ساکنان محله برخورق در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند روز 25 می مقامات امنیتی به این محله آمده همراهان محمد باقر فروکی چند روز پیش کشته شد جستجو کردند. یک ساکن محله امروز به رادیو آزادی گفت جستجو 2 ساعت ادامه کرد و ماموران امنیتی نام آنهایی را میپرسیدند که با محمد باقرف ارتباطی نزدیک داشتند. مقامات انتظامی در این باره توضیح نشر نکردند و به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. محمد باقرف یکی از چهره‌های بانفوذ در بدخشان که مقامات او را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند روز 22 می در شرایط شبهه برانگیز کشته شد. مقامات او را در یک فیلم با نام شکست فتنه تحریض اصلی تظاهرات مرگباری روشان نامیدند. عین زمان ناظران و فعالان فیلم را ساخته‌کاری دانستند مقامات امنیتی را به فشار و تهدید به افراد بازداشت شده از جمله الفت خانی محمدشاه و خبرنگار بدخشانی متهم می‌کنند. عبدالملک قدیرов تحلیلگر توجیه که در این باره به رادیو آزادی اظهار نظر کرد. من این فیلم رو در یوتیوب تماشا کردم و دیدم که زیر آن شرح و ایضاح‌های زیادی آورده شده است و اکثر کل این کامنت ها این نمایش را ساخته‌کاری خواندند و اعتراف الفت خانم و شوهر سابقش را زیر فشار گفتند که به این گفته ها راضی نشده نمی شود. واقعا هم در کادر برعلا معلوم شده ایستاده است که الفت خانم متن تیار را میخواند. ادوارد لیمون تحلیلگر آمریکایی که تحولات سیاسی تاجیکستان را پیگیری میکند در صحبت ویدیویی نظرش را درباره فیلم شکست فتنه چنین بیان داشت. The individuals involved in the media report blames unnamed Western countries for گویندگان برنامه کشورهای بینام غربی را به برانگیختن ناآرامی‌ها در پامیر متهم می‌کنند و ملاقات الفت خانم محمدشاه با دیپلمات‌های بینام غربی در قهوه‌خانه سیگفرید را یادآور می‌شوند. این بیانیه بسیار طعنه‌آمیز است چون کشورهای غربی به تاجیکستان اسلحه و کمک‌های امنیتی می‌رسانند که بعداً بر ضد مردم غیر نظامی در تاجیکستان زیر نام مقابله با افراطگرایی و تروریسم استفاده شده است. با وجود میلیون‌ها دلار کمک‌های غربی حالا حکومت تاجیکستان غرب را به برانگیختن ناامنی متهم می‌کند. به نظر من حالا فرصت آن رسیده است که کشورهای غربی سیاستشان را بازنگری کرده رسانیدن هر گونه کمک امنیتی به حکومت خودکامه رحمان را بس کنند. در فیلم شکست فتنه که در تلویزیون های دولتی نشر شد چندی از فعالان جمعیتی از جمله الفت خانی محمدشاه و به برانگیختن ناآرامی ها در بدخشان از جمله تظاهرات روز 17 و 18 می امسال متهم می شوند که در جریان آن 10 نفر کشته شدند.